بهش خوشتیپ کردی کجا می‌خوای بری؟ در نرو اینجا کجا می‌خوای بری؟ مدیر ساختمون دوربینا رو چک کنه. مامان تو دوز برده؟ تا اومدیم در قطار رو بس ما در قرار اولی همین قطار تو کونت این شابدول عظیم بچه‌ها با یه پسر عمه عظیم خود تا با شاب از این نیومده این پسر دایی من مادر والا میخواد بذاره یوتیوب اومده زیارت میخواد بذاره یوتیوب نمیذارم چه اومدیم شابدول عظیم واقعا جای عظیمیه واقعا منطقی اومدیم اینجا اومدم واسه یکی از بچه‌های یتیم خرید کنم ناش از تو شابدول عظیم پیداش کردم آقا نرو بیا میخوام مثلا عرصک بخرم همه میاییم بیرون یه جوش نمیزنیم الان اومدیم بیرون جوش دادیم جوش بچه ما رو این پسر همه کسکشمون خودشون نشون نمیده آورد شابدول عظیم بشی میبینیم که حال نمیده حوصله‌مون سر رفته و میریم به سوی چیزای دراز اولی میدونی این سوراخ واسه چیه؟ واسه چیه؟ داره وقتی میشینی روش دیگه خالشو گاهی همینجوری تو مترو بودیم که یهو دیدیم یکی به پسرم من پیام داده خورشو گویدم مسجد چه سمی بچه دنبال یه چیز دراز میگشتیم تو شابدول عظیم پیداش کردیم همین تو کست مادرتون همه هم گرم بزنم رید تو این صحنه خوب صحنه الان اینجوری اوه چه درازه خواهشی باید بچه ها پسرم آموردن گردش برج میلاد حالا نیومده یه صفحه طولانی رو تحمل میکنیم همینجا هنوزم احساسات نوجوانی هست با بلبل زبونی رپ میکنم مثل غرب هنوزم میزنم بیرون نخونم اون سه شب بدونه مصرف تونی با کلم سر لب بدونم از یه روزم از این چیزی که هستم جدا نمیشم تو هم بمونم علی بگو علی من دنبال جنسای معصومم ولوم در بالاترین حد ممکن بالا باز خودتو تکون بده بچه خوشگل بگو فاک بارا باس هنوزم اون رپر قدیمی زنده است شب نگاه میکنه به خوشگلای تو پارک با سیدی من قدیمیش کنستای اورجینال تو پارک سواره یه پونتیا که تو راست هنوزم وفادار به آدیداس سخت هدفون آکا جی پافیای وبگرد هنوزم وفادار به کادیلاک و جانی واک
لای بازی لای ماشینای همت. از شرق میای بالا یا که غرب میای بالا، از شمال یا جنوب شهر میای بالا. با ما دست بده داداش اگه دوست نداری رپ پارسی کل هم چپ بشه باهات. دونی خیلی ها میان تو بازی پدیده نمیشن، دونی خانواده هاشون بهشون هزینه نمیدن، به خاطر عشقشون از قضیه نمیرن. معروفم میشن اما شبیه یکی هن. تا آخر این بازی ادامه داره گشتن، تا آخر این بازی ادامه داره رفتن، تا آخر این بازی ادامه داره سردر. از اول خورشید تا آخر شب هست، تا آخر این بازی ادامه داره گشتن، تا آخر این بازی ادامه داره رفتن، تا آخر این بازی ادامه داره سردر. از طلوع خورشید تا آخر شب هست. هنوزم احساسات نوجوانی هست، با بلبل زبونی رپ میکنم مثل غرب. هنوزم میزنم بیرون نخونم و سه شب بدونه مصرف کنی نو اسموکینگ خارشو گاییدم. تا آخر شب هست. هنوزم احساسات نوجوانی هست، با بلبل زبونی رپ میکنم مثل غرب. هنوزم علیه منطقیست. نمیشم تو هم بمونم علی، بگو عملی. من دنبال جنسای مرگومم، از مامانم دنبال اجرای دستورم. بگو عملی من پسر گوگوشم علنی. هنوزم خط میگیرم از اون پدر لندنی، میگه بندری بخون میگم چشم. مامان تو دارم میبینم لخ شده خارکوسی. گوشی کیفیتش از چیشمون بهتره. مامان چون اومدیم برج میلاد و یه خارکوسی بحثمون شد. نماشون مادر جنده رو بفرستیم چی گویدیم؟ بچه ها آژیر رو زدن، خارشون رو گاییدن. آژیر میزنن روش دارن آژیر میزنن، خارشون رو گاییدن. عکس میدن اینا کی هن دیگه؟ پروین اعتصامی. آها اینا شعاره دیگه. خب من که اسمشون نمیدونم، خارشون رو گاییدن. تو باید بکن محمد تقی بهار. بله یه جا با سردار ایست. آژیر چرا؟ شاید مثلا یه اتفاق افتاده به خارشون رو گاییدن با کی رو ایوه پروین اعتصامی زنده است. چرا نمیزنن؟ هنوزم داره آژیر میزنه و ما هنوز نمردیم خارشو گاییدم. داره این یارو داشت با رفیقش صحبت میکرد، گفت 4 تا عرب اومدن خواستن قاسم سلیمانی رو اینجا بدوزنش. بچه بیا پایین سرمون درد گرفت بابا. بیا پایین بابا، بیا پایین سرمون درد گرفت. نازتو میخرم تمام میشه مگه اینقدر همه به نظر نیان. همه چیو میزنم رو هم ان نسخی یه نفر درام. نازتو میخرم گرون به عطرت میگم رو پیرنم بمونم جا یاد توی دارم میرم از ترون. لیتری میدم پایینن گلوم عجب گیری افتادم عجب چرا انقدر به تو دور دادم اصلا بر نمیاد ودکا پسم باش مراقب گرگا نفسم مراقب خودت باش منو که نشناختی دور تو بشناس لیوانهایی میکنم پرش باز رفیقت غم داره تو چشماش پهلوون پنبم باز من یکی دید جیغش در اومد کاش من انقدر دیپرس نبودم و وینچسترم هم روم و تو بیزنس نبودم و شیفت جیبت نبودم زودتر دنبال پیشرفت باش 16 سال پیش وقت داشت 6 وقت تا این اندازه دنبال رد نبودم سرزبونم چاق نبود از درونم داغ نبودم پی پرواز نبودم اما یهو از پشتم بال در اومد بهم گفتن قول دادی پولدار بشی روی فرشای قرمز و خوب راه بری واسه دوستات اورژانس بشی توی روزنامه طوفان کنی بیا تو پات پلیس شب و روز کار کنی نمیتونی پارک